به نام خداوند بخشنده و مهربان. سه مشکلی است که با سه وسیله حل می شود. یکم، انسان اگر مبتلا به شهوت شد، پس مناسبتش را با نماز ببیند که چگونه است. چون که الله تعالی می فرماید استعیذ بالله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. پس از اونها قوم پیدا شدند که نماز را یک طرف گذاشتند و پیروی از شهوت ها کردند. دوم، اگر انسان به بدبختی و موفق نشدن احساس کرد، مناسبتش را با مادرش ببیند که چگونه است. دلیل سخن الله تعالی است که می فرماید استعیذ بالله و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. الله تعالی از زبان حضرت عیسی علیه السلام می فرماید که و الله مرا امر کرده است که مناسبت نیک داشته باشم با مادرم و مرا بدبخت و سرسخت نگردانید. سوم، اگر انسان به تلخی زندگی احساس کرد، حس کرد که زندگیش تلخ است، پس مناسبتش را با قرآن ببیند که چگونه است. و دلیل سخن الله تعالی است که می فرماید استعیذ بالله و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. و هر انسانی که از ذکر من، از قرآن من روی می گرداند، او را زندگی تلخ نصیب می گردانیم. الله تعالی می فرماید. خداوند من و شما را نگهبان باشد از چنین حالت ها. الله تعالی خوشبختی دنیا و آخرت را نصیب من و شما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.